صبح روز شنبه 1 آوریل 1989 مرد 35 ساله‌ای به نام دونالد ویلینگ مشغول فعالیت معمول خود یعنی ورزش صبحگاهی و به طور خاص پیاده روی بود. همانطور که در جاده راه می رفت یا به آرامی می دوید متوجه یک وانت قرمزی شد که از پشت سر او می آمد. سرش را برگرداند تا به آن نگاه بیاندازد، اما به آن اهمیتی نداد. فقط یک ماشین عادی بود که در جاده در حال حرکت بود. این ماشین نزدیک و نزدیکتر می شد تا اینکه کنار او قرار گرفت. دونالد فکر کرد که ماشین به سادگی از کنار او عبور خواهد کرد، اما وقتی ماشین به او رسید راننده سرعت خود را کم کرد و شروع به رانندگی در کنار او کرد. دونالد دوباره سرش را برگرداند تا ببیند آیا راننده چیزی دارد یا می‌خواهد چیزی بپرسد، اما چیزی که او را شگفت زده کرد این بود که راننده با یک تفنگ به سمت او نشانه رفته بود. قبل از اینکه بتواند واکنشی نشان دهد راننده به او شلیک کرد و این گونه بود که ورزش صبحگاهی دونالد به پایان رسید. وقایع داستان ما در مناطق روستایی ایالت اوهایو در آمریکا رخ داد. اوهایو یکی از ایالت‌های واقع در بخش شرقی آمریکا است. اگر به نقشه این ایالت به طور خاص زوم کنیم خواهیم دید که از 88 شهرستان تشکیل شده است. این اطلاعات را در ذهن داشته باشید زیرا در این داستان مهم هستند. این شهرستان‌ها در اوهایو متنوع هستند، از شهرها تا مناطق روستایی. شهرستان‌های جنوبی در اوهایو بیشتر مناطق روستایی وسیعی هستند که صدها کیلومتر امتداد دارند. مناطق آرام و زیبایی که کشاورزان، شکارچیان، معدنچیان و دیگران در آن زندگی می کنند. مردم در این مناطق آنقدر احساس امنیت می کنند که در شب درهای خانه‌های خود را باز می گذارند و جرم و جنایت در این جوامع روستایی وجود ندارد یا بسیار بسیار نادر است. رویدادهای داستان ما از 1 آوریل 1989 که یک روز شنبه بود شروع می شوند. همان روزی که دونالد ویلینگ توسط راننده وانت قرمز رنگ کشته شد. راننده وقتی به دونالد شلیک کرد او فوراً کنار جاده جان داد و مرد. پس از آن راننده با آرامش به راه خود ادامه داد و از صحنه ناپدید شد. پس از کشف جسد دونالد ویلینگ در کنار جاده، پلیس محلی در شهرستان بلافاصله تحقیقات خود در مورد این جنایت را آغاز کرد. اما هیچ مدرک یا چیزی وجود نداشت که بتواند آنها را به نتیجه‌ای برساند. آنها به معنای واقعی کلمه حتی یک سرنخ هم پیدا نکردند که بتوانند دنبال کنند. هیچ انگیزه‌ای، هیچ سلاح قتلی، هیچ چیز. بنابراین این پرونده حل نشده باقی ماند. مدت زمان زیادی بعد، حدود 19 ماه بعد و به طور خاص در 10 نوامبر 1990 که آن هم روز شنبه بود، مرد جوانی 21 ساله به نام جیمی پاکستون صبح برای یک سفر شکار با تیر و کمان بیرون رفته بود. او برای شکار گوزن بیرون رفته بود. در جایی در طول این سفر ماشین خود را در کنار جاده پارک کرد و کمان و تیرهای خود را در آن گذاشت. از ماشین پیاده شد و در میان چمن در مزارع باز شروع به راه رفتن و قدم زدن کرد. در حالی که در این منطقه راه می رفت بدون اینکه متوجه شود یک وانت قرمز به منطقه نزدیک شد و راننده آن کنار ماشین او توقف کرد. راننده وانت قرمز برای لحظه‌ای به جیمی و دور و اطراف نگاهی انداخت تا مطمئن شود که جیمی تنهاست و غیر مسلح است. سپس با تفنگ خود از ماشین پیاده شد و به سمت جیمی نشانه گرفت. جیمی که هیچ اطلاعی از آنچه اتفاق می افتد نداشت و در یک لحظه به او شلیک کرد و او را فوراً کشت. راننده سوار ماشین خود شد و برای بار دوم با آرامش و بدون اینکه کسی او را ببیند صحنه را ترک کرد. پس از کشف جسد جیمی،
پلیس محلی به صحنه رسید و تحقیقات خود را در صحنه جنایت آغاز کرد. در ابتدا آنها نظریه‌ای داشتند که این ممکن است یک حادثه شکار باشد، زیرا چنین حوادثی اتفاق می‌افتاد. به عنوان مثال، یک شکارچی به طعمه شلیک می‌کند، اما به طور تصادفی به شکارچی دیگری اصابت می‌کند و شکارچی که شلیک کرده حتی نمی‌داند که شلیک او به یک انسان اصابت کرده است. اما این نظریه بلافاصله رد شد وقتی متوجه شدند که بدن جیمی با 3 گلوله از پای در اومده بود که این برای یک حادثه شکار غیر ممکن است. پلیس سعی کرد به دنبال هر گونه مدرک یا سرنخی باشد که بتواند به آنها در یافتن عامل کمک کند. آنها سگ‌های پلیس، کارشناسان ردیابی و حتی فلزیاب‌ها را آوردند، اما هیچ مدرکی در صحنه جرم وجود نداشت. پس از آن پلیس به تحقیق از دوستان و خانواده جیمی روی آورد، اما باز چیزی دستگیرشان نشد. همه جیمی را دوست داشتند و او هیچ دشمنی نداشت. این منطقه یک منطقه روستایی است، بنابراین همه یکدیگر را می شناختند و هیچ غریبه‌ای وجود نداشت و همه شهادت دادند که جیمی یک جوان دوست داشتنی بود و با هیچ کس مشکلی نداشت. بنابراین پلیس دوباره به بنبست رسید و این پرونده حل نشده باقی ماند، درست مانند پرونده قبلی. اما به خاطر داشته باشید که آنها 2 پرونده را به هم مرتبط نکردند، زیرا هر قتل در یک شهرستان متفاوت اتفاق افتاده بود. با این حال برخلاف جرم یا پرونده اول، این بار شخصی وجود داشت که تأثیر واقعی بر روند وقایع خواهد گذاشت. این شخص مادر جیمی پاکستون بود. وقتی این مادر خبر مرگ پسر جوانش را دریافت کرد، قلبش شکست و وارد حالت غم عمیقی شد، مانند هر مادر دیگری که ممکن است در جای او باشد. مادر جیمی تصمیم گرفت شروع به نوشتن نامه به قاتل پسرش کند و آنها را از طریق یک روزنامه محلی منتشر کند. مادر جیمی از این نامه‌ها به عنوان راهی برای بیان احساساتش استفاده می کرد. در اولین نامه او به قاتل پسرش جیمی چنین نوشت: آیا برای شما آسان‌تر خواهد بود اگر کلماتی نفرت آمیز بنویسم؟ نمی‌توانم، چون نفرتی احساس نمی‌کنم. تمام چیزی که احساس می‌کنم یک حس عمیق غم است برای از دست دادن پسرم. شما نور زندگی من را در نوامبر گذشته گرفتید و من را تک و تنها برای روزهای تاریک زیادی رها کردید. آیا به مرگ خود فکر کرده اید؟ مرگ روزی به سراغ شما خواهد آمد. بنابراین اگر گناهان خود را اعتراف نکنید و از خداوند طلب بخشش نکنید، هنگام مرگ با آتش جهنم روبرو خواهید شد. این نامه که توسط مادر جیمی نوشته شده بود 2 ماه پس از قتل پسرش منتشر شد، اما قاتل 2 ماه صبر نکرد تا عملیات بعدی خود را انجام دهد. قتل اول و دوم 19 ماه بین آنها فاصله بود، در حالی که بین قتل دوم و سوم تنها 18 روز فقط فاصله بود، یعنی 18 روز پس از قتل جیمی پاکستون. و به طور خاص در 28 نوامبر 1990 که اتفاقاً یک چهارشنبه بود، نه شنبه یا آخر هفته مانند جرایم قبلی. در این روز مردی 38 ساله به نام کیوین لورینگ، او با 2 نفر از دوستانش در یک شهرستان دیگری در اوهایو در یک سفر شکار بودند. این شهرستان حدود 70 کیلومتر با شهرستان و مکانی که جیمی پاکستون در آن کشته شد فاصله داشت. کیوین و دوستانش آن بعد از ظهر داشتند نهار می‌خوردند. کیوین نهارش را سریع تمام کرد، بنابراین تصمیم گرفت به دوستانش اجازه دهد نهارشان را تمام کنند، در حالی که او جلوتر از آنها رفت و به دنبال طعمه جدیدی برای شکار گشت. اما اگر می‌دانست چه اتفاقی خواهد افتاد، آرزو می‌کرد که دوستانش را ترک نکرده و تنهایی نرفته بود، زیرا چیزی که او نمی‌دانست این بود که این بار خودش شکار خواهد شد. وقتی کیوین از دوستانش دور شد و شروع به راه رفتن در مزارع باز کرد، وانت قرمز به منطقه نزدیک شد و وقتی قاتل کیوین را دید که به تنهایی در حال راه رفتن است، فهمید که این شکار جدید او خواهد بود. بنابراین ماشین را متوقف کرد، با تفنگش پیاده شد، به سمت کیوین نشانه گرفت و به او شلیک کرد و او را با یک شلیک کشت و طبق معمول سپس سوار ماشینش شد و بی سر و صدا صحنه را ترک کرد.
قاتل دقت می کرد که هر قتل را در یک شهرستان متفاوت انجام دهد تا روند تحقیق کند باشد و در واقع وقتی پلیس رسید و شروع به تحقیق در مورد این جرم کرد، هیچ اطلاعی از جرایم قبلی نداشت، زیرا این جرایم در شهرستان‌های دیگر اتفاق افتاده بودند و هر شهرستان پلیس محلی خود را دارد. بنابراین در ابتدا این جرایم به یک دیگر مرتبط نبودند و حتی فرض اولیه آنها این بود که مرگ کیوین یک حادثه شکار بوده است. قاتل برای مدتی بدون هیچ ردی آزاد ماند، اما مادر جیمی پاکستون که دومین قربانی این قاتل بود تسلیم نشد و به نوشتن نامه‌هایش به او ادامه داد تا او را تحریک کند و واکنشی از او بگیرد. این نامه‌ها در طول سال 1991 در روزنامه‌های محلی منتشر می‌شدند و آنچه او آرزو می‌کرد واقعاً اتفاق افتاد. حدود 1 سال پس از قتل پسرش جیمی، نامه‌ای به روزنامه‌ای که نامه‌های او را منتشر می‌کرد رسید. این نامه از قاتل ناشناس بود. قاتل در این نامه نوشته: من قاتل جیمی پاکستون هستم. جیمی پاکستون برای من کاملا غریبه بود. من هرگز او را در زندگیم ندیده بودم و جیمی در روزی که او را کشتم حتی یک کلمه هم با من صحبت نکرد. جیمی کشته شد چون من یک میل مقاومت ناپذیر دارم که زندگیم را تسخیر کرده است. من وقتی آن روز از خانه‌ام بیرون رفتم میدانستم که کسی به دست من خواهد مرد، اما نمیدانستم چه کسی یا کجا. من یک فرد معمولی هستم با خانواده، شغل و خانه‌ای مانند هر فرد عادی در میان شما، اما چیزی در سرم وجود دارد که مرا به یک قاتل بیرحم و بی‌وجدان تبدیل کرده است. در روزی که جیمی رو کشتم در حال رانندگی بودم و دنبال یه شکار. این بود که جیمی را دیدم که تنها در زمین‌های باز راه می‌رفت و من مست بودم و صداهای در سرم به من می‌گفتند که این کار رو باید بکنم. بنابراین ماشینم را پشت جیمی متوقف کردم. با تفنگم پیاده شدم. جیمی خیلی آهسته راه می‌رفت و در وضعیت عالی برای شکار بود. تفنگم را به شانه‌ام بردم و به او نشانه گرفتم. اما اولین شلیک من کمی خطا رفت و به سمت چپ سینه‌اش اصابت کرد. بنابراین جیمی به زمین افتاد، اما می توانستم ببینم که هنوز حرکت می کند. بنابراین دوباره به او نشانه گرفتم و شلیک کردم. پس از این شلیک او بدون حرکت در جای خود روی زمین ماند. فقط برای اطمینان از اینکه کارش را تموم کردم، برای بار سوم به او شلیک کردم. برای من در این لحظه کشتن جیمی پاکستون خیلی عادی بود، مثل شلیک به یک بطری خالی در وسط یک زباله‌دان بود. فقط همین بود. قاتل جزئیات دقیق و البته وحشتناکی در نامه‌اش ذکر کرده بود و این نامه اولین مدرک ملموسی بود که پلیس توانست سالها پس از وقوع جنایات به دست آورد. این عشق مادر جیمی به پسرش و نامه‌های مداوم او بود که یک قاتل سریالی را فاش کرد. قاتلی که حتی پلیس از وجودش خبر نداشت. اما واقعیت داستان این است که پلیس جز این نامه هیچ مدرک یا نشانه جدی ندارد که بتواند آنها را به قاتل برساند، در حالی که آنها به صورت جدی به دنبال یک سرنخ یا مدرکی بودند. قاتل دوباره ضربه زد، اما این بار جنایت پس از یک دوره طولانی از جنایات قبلی رخ داد، زیرا در تاریخ 14 مارس 1992 اتفاق افتاد که با جنایت قبلی 15 ماه فاصله دارد. بنابراین در این روز که باز هم یک روز شنبه بود، یعنی تعطیلات آخر هفته، مردی به نام کلود هاوکینز در یکی از رودخانه‌های یکی از شهرستان‌های دیگر در ایالت اوهایو در حال ماهیگیری بود. صبح زیبایی برای ماهیگیری بود، اما کلود نمیدانست که وانت قرمز شوم پشت سر او پارک شده است. طبق معمول قاتل ناشناس با تفنگش از ماشین پیاده شد و به آرامی از میان درختان خزید و کم کم به کلود نزدیک شد. وقتی احساس کرد که در مکان مناسبی قرار دارد، تفنگش را نشانه گرفت و به او شلیک کرد. کلود هاوکینز بلافاصله مرده به زمین افتاد تا به عنوان قربانی جدید این قاتل سریالی اضافه شود. اما این بار چیزی متفاوت بود. این منطقه رودخانه که قتل در آن رخ داد، زمین فدرال محسوب می شد.
این بزرگترین اشتباه قاتل بود، زیرا یک قتل در زمین فدرال به این معنی است که این پلیس محلی نیست که این جنایت را بررسی خواهد کرد، بلکه FBI خواهد بود که این پرونده را دنبال و بررسی خواهد کرد. و وقتی FBI در یک پرونده دخالت می کند، به احتمال زیاد به نفع آنها پایان خواهد یافت. FBI سابقه طولانی در موفقیت دارد. این سازمان موفق‌ترین سازمان امنیتی در تاریخ محسوب می شود، زیرا نرخ موفقیت آنها در پرونده‌هایشان وحشتناک است. بنابراین توانایی FBI در تحقیق در مورد جنایات و پرونده‌های قتل هزاران بار قوی‌تر از توانایی پلیس محلی است، بخصوص در مناطق روستایی مانند این منطقه. برای همین دخالت FBI بدترین اتفاقی بود که می‌توانست برای این قاتل زنجیره‌ای رخ دهد. پس از این جنایت یک کارگروه به رهبری FBI تشکیل شد. این تیم شامل کلانترهای پلیس از شهرستانهایی بود که جنایات در آنها رخ داده بود و همچنین شامل بازرسان FBI بود و درست از اولین جلسه این کارگروه آنها به سرعت متوجه میزان شواهد کمی شدند که در اختیار دارند. قاتل هیچ تماسی با قربانیان نداشت و حتی پس از کشتن هرگز بدن آنها را لمس نمی کرد یا چیزی از آنها نمی دزدید. حتی حواسش بود پوکه های فشنگ را از زمین بردارد و با خود ببرد. بازرسان FBI بلافاصله متوجه شدند که با یک قاتل دقیق و بسیار باهوشی روبرو هستند که هیچ اثری از خود به جای نمی گذارد. این تیم تشکیل شده متوجه شدند که با 4 جنایت و 4 قربانی از شهرستان‌های مختلف در ایالت اوهایو روبرو هستند. پس از تجزیه و تحلیل اماکن، کارها و شخصیت‌های این قربانیان، آنها توانستند بفهمند که قاتل چه افرادی را هدف قرار می‌دهد. او افرادی را هدف قرار می‌داد که در طبیعت یا فضاهای باز تنها بودند، که معمولاً شکارچی یا ورزشکارانی بودند که فعالیت‌های خود را انجام می‌دادند و همه آنها با یک تفنگ پرقدرت و دوربرد، یک تفنگ تک‌تیرانداز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. و همچنین تمام این جنایات در روز شنبه اتفاق افتاد، یعنی در تعطیلات آخر هفته، به جز یک جنایت. و این میتواند به این معنی باشد که این قاتل به احتمال زیاد شغل یا کاری دارد. بنابراین معمولا نمیتواند این جنایات قتل را انجام دهد مگر در روزهای تعطیل یا آخر هفته. اما در حالی که آنها در مورد پرونده خود و این مسائل بحث می کردند، قاتل دوباره حمله کرد. تنها 10 روز پس از تشکیل این کارگروه، به طور خاص در 5 آوریل 1992، مردی به نام جری برادلی که در واقع ساکن اوهایو نبود بلکه ساکن یک ایالت همسایه بود، برای ماهیگیری به یکی از دریاچه‌هایی رفت که در شهرستانی در ایالت اوهایو قرار داشت. قاتل زنجیره‌ای جری را دید که در کنار دریاچه ایستاده و ماهیگیری می کند. بنابراین طبق معمول با تفنگ خود از ماشین پیاده شد. جری را هدف گرفت و 2 بار به او شلیک کرد و او را در جا کشت. جری برادلی یک همسر و 3 فرزند داشت. خبر جنایت جدید به کارگروه تشکیل شده رسید که به صحنه جرم رفتند و خودشان آن را بررسی کردند، اما طبق معمول بدون هیچ نتیجه‌ای. این تیم به یک پروفایل روانشناختی دقیق از این قاتل نیاز داشت. FBI یک واحد ویژه به نام واحد علوم رفتاری دارد. این واحد در تجزیه و تحلیل رفتار مجرمان از طریق مطالعات و تحقیقات گسترده تخصص زیادی دارد. برخی از کارشناسان این واحد به ایالت اوهایو رفتند و با کارگروه و پلیسی که مسئول تحقیق در مورد این جنایات بودند ملاقات کردند. از طریق ملاقات‌های خود با کارگروه و پلیس محلی، آنها توانستند در مورد جزئیات این قاتل و شخصیت او اطلاعاتی کسب کنند و همچنین یک نسخه از نامه‌ای که قاتل به روزنامه نوشته بود را گرفتند. آنها همه اینها را جمع‌آوری کردند و تجزیه و تحلیل‌های خود را آغاز کردند. گزارشی که از واحد علوم رفتاری منتشر شد بسیار جالب بود. این گزارش می گفت که قاتل به احتمال زیاد یک مرد سفید پوست با هوش بالاتر از حد متوسط است و خود او به احتمال زیاد یک شکارچی است و این سرگرمی را برای مدت طولانی قبل از شروع ارتکاب جنایات خود را انجام می داده است. دلیل ارتکاب این جنایات به احتمال زیاد اتفاقات یا چیزهای بدی است که در زندگی شخصی او رخ داده.
و همچنین این قاتل دوست داشت از راه دور بکشد و قربانیانی را بکشد که تنها و دور از دیگران و منزوی باشند. این قاتل از رویارویی مستقیم خوشش نمی آید و این ویژگی ها با ویژگی های آتش افروزان نیز مشترک است، آنهایی که دوست دارند همیشه آتش روشن کنند. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که این قاتل در حال تمرین به اعمال مجرمانه یا مخرب کوچکتری مانند شکستن پنجره ها، تیراندازی به لاستیک خودروها یا تابلوهای خیابانها دست می‌زده است و همچنین ممکن است دوست داشت همیشه همه جا آتش روشن کند و احتمال زیادی وجود دارد که او یکی از افرادی باشد که از شکنجه حیوانات لذت می‌برد. اینها نکات اصلی هستند که در گزارش واحد علوم رفتاری در FBI ذکر شده است. قرار است گروه ویژه سعی کند افرادی را که ممکن است این ویژگی ها را داشته باشند را دنبال کند. اما در حالی که آنها سعی می کردند هر سرنخی را که می توانستند به دست آورند و آن را دنبال کنند، قاتل تصمیم گرفت که دوباره حمله کند. اما این بار با تمام دفعات قبلی متفاوت خواهد بود. در 21 ژوئیه 1992 که در واقع یک روز پنجشنبه بود، نه تعطیلات آخر هفته، در این روز دو شکارچی در یکی از شهرستان‌های اوهایو در یکی از مناطق باز شکار می‌کردند. قاتل در منطقه بود و آنها را دید، بنابراین طبق معمول با تفنگ خود از ماشین پیاده شد و شروع به دنبال کردن آنها در میان درختان کرد. به هر حال این اولین بار است که قاتل دو نفر را با هم هدف قرار می‌دهد. بنابراین او تفنگ خود را از میان درختان به سمت آنها نشانه گرفت. اما شکارچیان متوجه حرکت شاخه‌ها شدند. بنابراین بلافاصله چشمان خود را به سمت او برگرداندند و به محض اینکه او را دیدند که تفنگ به سمت آنها نشانه گرفته است، شروع به فریاد زدن کردند. در اینجا قاتل گیج شد و محل را ترک کرد و با تمام سرعت دوید و به ماشین خود بازگشت و محل را ترک کرد. این شکارچیان او را دیدند که سوار یک وانت قرمز می شد. اما همه چیز به سرعت اتفاق افتاد، بنابراین آنها نتوانستند چهره او را از نزدیک ببینند و نتوانستند شماره پلاک ماشین را به دست آورند. البته پس از این اتفاق آنها با پلیس محلی تماس گرفتند که به نوبه خود گروه ویژه را مطلع کرد. مهمترین مدرکی که به پرونده اضافه شد این بود که قاتل یک وانت قرمز می‌راند. اما این نوع ماشین و این رنگ خاص در تمامی مناطق روستایی رایج بود، بنابراین مدرک بسیار قوی نبود که بتواند آنها را بلافاصله به قاتل برساند. پس از ادامه تحقیقات تا اوت همان سال یعنی 1992 گروه ویژه بیش از 100 نفر مظنون را مورد بررسی قرار داد، ولی همه این مظنونان تبرئه شدند. بنابراین پس از رسیدن به این مرحله تصمیم گرفتند به رسانه‌ها متوسل شوند و از مردم کمک بخواهند. آنها احساس کردند که چاره‌ای جز این دیگر ندارند. پلیس در رسانه‌ها ظاهر شد و مشخصاتی را که در گزارش واحد علوم رفتاری منتشر شد را بیان کردند و این هم را گفتند که این شخص مورد نظر یک وانت قرمز می‌راند. آنها از مردم خواستند که اگر کسی از آنها اطلاعی یا شکی در مورد شخص خاصی که ممکن است این ویژگی ها را داشته باشد به آنها اطلاع دهد. این بیانیه مطبوعاتی توسط تمام کانال های محلی و رسانه ها پوشش داده شد. پس از پخش این بیانیه مطبوعاتی تماس ها از همه طرف و گروه ویژه سرازیر شد. اما یکی از این تماس ها مهمتر از بقیه بود و نظر پلیس را جلب کرد. مردی که این تماس را برقرار کرد ریچارد فریل نام داشت. ریچارد به بازرسان شروع به گفتن در مورد یکی از دوستانش از دوره دبیرستان به نام توماس دیلون کرد و توصیفی که به آنها داد باعث شد بازرسان به دوست این مرد مشکوک شوند. بنابراین یکی از اعضای گروه ویژه برای ملاقات با ریچارد فریل رفت تا او را ببیند و شخصاً از او بشنود. وقتی آنها ملاقات کردند، ریچارد شروع به صحبت در مورد دوستش توماس دیلون کرد. ریچارد گفت که او و توماس قبلا به مناطق روستایی و جاده ها می رفتند و به تابلوهای جاده و حیوانات کوچیک تیراندازی می کردند. اما در طول این گشت و گذارهایشان، ریچارد شروع به احساس غریبی کرد. ریچارد احساس کرد که توماس فردی عجیب و غریب است و اینکه تمایلات خشونت‌آمیز بیش از حدی داشت.
ریچارد میگفت که توماس به قاتلان زنجیره‌ای مانند تد باندی علاقه داشت و حتی دوست داشت حیوانات خانگی و دامها را بدون دلیل بکشد و همچنین دوست داشت آتش سوزی را بیاندازد. بعد از آن ریچارد گفت که ازدواج کرده و به تدریج شروع به فاصله گرفتن از توماس کرد تا جایی که دیگر همدیگر را ملاقات نمی کردند و اینکه تقریباً 10 سال است که توماس را ندیده است. اما در سال 1989 ریچارد به طور اتفاقی توماس را در یک نمایشگاه اسلحه در کلیولند اوهایو ملاقات کرد. وقتی توماس را دید گفت هی توماس اینجا چی کار میکنی؟ و توماس پاسخ داده اوهو و آنها در مورد موضوعات مختلفی شروع به صحبت کردند. در طول این گفتگو توماس سؤال غافلگیر کننده ای از ریچارد پرسید. او گفت ما مدت زیادی همدیگه رو میشناسیم. بیش از 20 سال. فکر میکنی من میتونم کسی رو بکشم؟ ریچارد از این سوال غافلگیر شد و لحظه‌ای مکث کرد تا افکارش را جمع کند. سپس جواب داده نه فکر نمی کنم بتونی کسی رو بکشی. پس از آن توماس وارد جزئیات بیشتری شد و با ریچارد در مورد اینکه چگونه کسی میتواند از ارتکاب قتل‌های تصادفی فرار کند بحث کرد. یکی از روش‌هایی که او ذکر کرد این بود که قاتل می‌تواند جنایات خود را در شهرستان‌های مختلف مرتکب شود تا پلیس و بازرسان را گمراه کند، زیرا می‌دانست که ارتباط مستقیمی بین نیروهای پلیس در شهرستان‌های مختلف وجود ندارد و چون قتل‌ها تصادفی بودند هیچ کس نمی‌توانست آنها را به هم ربط دهد و هیچ کس ایده‌ای برای ردیابی این قاتل نداشت. بنابراین وقتی ریچارد بیانیه مطبوعاتی صادر شده توسط گروه ویژه را دید، ذهنش بلافاصله به دوست قدیمیش یعنی توماس دیلون رفت. توصیف به طرز وحشتناکی با توماس مطابقت داشت و آنچه موضوع را بیشتر تایید می کرد این بود که توماس یک وانت قرمز داشت، همان ماشینی که 2 شکارچی که از مرگ به دست او جان سالم به در برده بودند آن را دیده بودند. پس از اینکه گروه ویژه شروع به بحث با هم در مورد توماس دیلون کردند، تصمیم گرفتند او را با عنوان مظنون اصلی بررسی کنند. بنابراین یکی از بازرسان به محل کار توماس رفت و در آنجا با رئیسش ملاقات کرد و از او خواست که برنامه روزهایی را که توماس کار کرده بود را به او بدهد. وقتی بازرس برنامه کارکرد روزهای توماس دیلون را دید، از 2 روزی که در وسط هفته که توماس از کار مرخصی گرفته بود شگفت زده شد. اولین روز در 21 ژوئیه 1992 بود که یک پنجشنبه بود، همان روزی که شکارچیان قاتل را دیدند. روز دوم در 28 نوامبر 1990 بود که یک چهارشنبه بود و با روزی که کوین لورینگ قربانی سوم کشته شد مطابقت داشت. در اینجا احتمال این که توماس دیلون قاتلی باشد که آنها به دنبالش بودند بالا رفت. بنابراین گروه ویژه تمام تلاش و تمرکز خود را روی او گذاشت. در همان زمان 2 بازرس شروع به دنبال کردن حرکات توماس و نظارت مداوم بر او شدند. 24 ساعت شبانه روز. بازرسان متوجه شدند که در طول آخر هفته توماس سوار وانت قرمز خود می شد و سفری طولانی را بین شهرستان‌های روستایی مختلف آغاز می کرد. او صدها کیلومتر را در یک روز طی می کرد و این چیزی بود که سطح سوءظن بودن به او را بیشتر و بیشتر افزایش می داد. گویی که او بین این مناطق در جستجوی قربانی جدیدی سرگردان بود. مشکلی که بود این بود که این جاده‌های روستایی عریض و باز بودند و ماشین‌های زیادی در آنها تردد نمی‌کردند. بنابراین وقتی بازرسان توماس را دنبال می‌کردند، مجبور بودند فاصله زیادی بین ماشین خود و ماشین او بگذارند، زیرا اگر او آنها را می‌دید و می‌فهمید که آنها او را دنبال می‌کنند، کل عملیات می‌توانست خراب شود. در حالی که بازرسان او را دنبال می کردند، متوجه شدند که توماس درگیر خرابکاری‌های زیادی است. او به تابلوهای راهنمایی و رانندگی در خیابان‌ها تیراندازی می کرد و سنگ برمی داشت و شیشه‌های ماشین‌ها را می شکست. اعمال خرابکارانه‌ای که با توصیف در گزارش واحد علوم رفتاری FBI مطابقت داشت.
اما مشکل این بود که آنها نمی توانستند او را بر اساس این چیزها دستگیر کنند. آنها به شواهد قاطعی نیاز داشتند که او واقعا قاتل است، شواهدی که او را بدون هیچ شکی در دادگاه محکوم کند و جایی برای فرار او باقی نگذارد. مشکل و ترسی که پلیس تعقیب کننده توماس درگیر آن بود این بود که آنها مجبور بودند بین ماشین خودشان و ماشین توماس فاصله بذارند و اگر این فاصله زیاد باشد چگونه می توانستند از کشتن قربانی بعدی جلوگیری کنند؟ فاجعه بود اگر او را دستگیر می کردند و نمی توانستند اتهام علیه او را ثابت کنند. اما فاجعه بزرگتر و وحشتناکتر این بود که او در حالی که تحت نظارت آنها باشد کسی را می کشت که این حادثه نابخشودنی می بود. بنابراین برای تشدید نظارت بر او FBI تصمیم گرفت او را تحت نظارت هوایی قرار دهد. علاوه بر نظارت زمینی، ناظران در بالا حرکات او را از نزدیک دنبال می کردند و در صورت نیاز به مداخله به بازرسان روی زمین که با ماشین او را دنبال می کردند اطلاع می دادند. در روزی در اکتبر 1992 هواپیمایی نظارتی در حال تعقیب ماشین توماس بود که ناظران خطر قریب الوقوعی را مشاهده کردند. زنی در کنار جاده‌ای که توماس در آن رانندگی می کرد در حال دویدن بود و توماس با ماشینش به او نزدیک می شد. منطقه خالی بود. این وضعیت دقیقاً مشابه جنایات قبلی بود. بنابراین نظارت هوایی بلافاصله واحد ردیابی زمینی را که چندین کیلومتر از توماس فاصله داشتند رو مطلع کرد. بازرسان در ماشین به محض شنیدن خبر بسیار مضطرب شدند و بلافاصله سرعت خود را افزایش دادند تا سعی کنند به ماشین توماس برسند. توماس قبل از اینکه به این زن که تنها در کنار جاده را میرفت برسد، آنها در تماس دائمی با ناظران در هواپیما بودند و از آنها میپرسیدند الان کجاست؟ متوقف شده یا هنوز میرود؟ ناظران در هواپیما هم پاسخ میدادند و با آنها میگفتند نه هنوز میرود و از پشت به او نزدیک میشود و آهسته رانندگی میکند و اینکه هیچ کس دیگری در آن نزدیکی نیست. نمیتوانید تصور کنید که بازرسان چقدر مضطرب بودند. اگر توماس در حالی که تحت نظارت آنها بود قربانی جدید میگرفت، این یک لکه ننگ بزرگی در تاریخ FBI خواهد بود. بازرسان گزارشی از هواپیما دریافت کردند که توماس اکنون از کنار او میگذرد و بسیار آهسته رانندگی میکند. قلب بازرسان شروع به تپش کرد. آنها تقریباً مطمئن بودند که توماس قصد کشتن این زن را دارد. اما بعدش خدا را شکر کردند و آسوده خاطر شدند وقتی ناظران هوایی به آنها گفتند که توماس از کنار این زن گذشت و به راه خود ادامه داد. هواپیما به نظارت و تعقیب ماشین قرمز توماس ادامه داد و بازرسان در ماشین سرعت خود را دوباره کم کردند تا دوباره فاصله بین آنها ایجاد شود. اما ناگهان اطلاعات جدیدی از هواپیما دریافت کردند. توماس در کنار جاده توقف کرده و از ماشین پیاده شده بود و اینکه چیزی در دست داشت که به احتمال زیاد یک تفنگ باشد. بازرسان از این اطلاعات جدید وحشت کردند. آنها شکی نداشتند که توماس منتظر است تا این زن به او نزدیک شود تا به او شلیک کند. بنابراین بازرسان بلافاصله از ناظران در هواپیما پرسیدند که زن در حال دویدن کجاست؟ آیا به توماس نزدیک شده؟ ناظران پاسخ دادند که او را گم کردند زیرا روی ماشین توماس تمرکز کرده بودند. بنابراین هواپیما بلافاصله برگشت تا دوباره جاده را بررسی کند. اما هیچ اثری از زن در منطقه نبود. کجا ناپدید شد؟ اما حتی اگر نمی توانستند او را ببینند، به این معنی نبود که او در جاده نبود. چیز کوچکی مانند یک انسان می توانست از دید هواپیمایی که در چنین ارتفاع بالایی پرواز می کند ناپدید شود و دیده نشود. بازرسان می ترسیدند که زن به سمت تله توماس نزدیک شود که با تفنگش در کنار جاده منتظر او بود و در یک لحظه به او شلیک کند و ناگهان صدای شلیکی را شنیدند که در منطقه طنین انداز شد و بلافاصله پس از آن صدای شلیک دوم. بازرسان گفتند کارمون تموم شد. توماس تحت نظر ما تونست قربانی بگیرد. آنها به هم می گفتند بله کارمون تموم شد.
اما خبر خوب این بود که نظارت هوایی به آنها اطلاع داد که زن را پیدا کرده که در واقع جاده اصلی را ترک کرده و وارد یک جاده فرعی شده بود. به احتمال زیاد به سمت خانه یا مزرعه‌اش میرفت که مطمئناً در آن نزدیکی قرار داشت. پس توماس به چه چیزی شلیک میکرد؟ مشخص شد که او در واقع به یکی از تابلوهای راهنمایی شلیک میکرد. به احتمال زیاد توماس واقعاً قصد کشتن این زن را داشت. اما وقتی متوجه شد که او جاده را ترک کرده و از دست او فرار کرده است، خشم خود را بر روی یکی از تابلوهای راهنمایی خالی کرد. پس از این حادثه خطرناک، بازرسان و گروه ویژه مسئول پیگیری پرونده با هم نشستی داشتند و پس از بحث در مورد این موضوع، آنها تصمیم گرفتند که نظارت بر توماس از راه دور کار بسیار خطرناکی خواهد بود. آنها مطمئن بودند که توماس قاتل است، اما برای به دست آوردن شواهد علیه او باید او را در حال تلاش برای کشتن دستگیر می‌کردند و این خطر بزرگی را به همراه داشت و ممکن بود او قربانی جدیدی را بکشد، آن هم در حالی که تحت نظر آنها بوده. بنابراین پس از بحث در مورد این موضوع، آنها تصمیم گرفتند که بهترین راه حل این است که توماس دیلون را دستگیر کنند و سعی کنند او را متقاعد کنند که شواهد کافی علیه او دارند تا به آنچه انجام داده اعتراف کند. آنها می‌دانستند که این یک تلاش ضعیف است، اما گزینه دیگری نداشتند. بالاخره آنها نمی‌توانستند منتظر بمانند تا او قربانی جدیدی بگیرد. بنابراین بازرسان یک پرونده ویژه تهیه کردند. آنها در این پرونده عکس‌هایی قرار دادند که نشان می‌داد در دوره گذشته او را تحت نظر قرار داشتند و همچنین نقشه‌هایی قرار دادند که مناطقی که او در آنها رانندگی کرده بود را نشان می‌داد و عکس‌هایی از صحنه‌های جنایاتی که او پشت سر گذاشته بود و مقالاتی از روزنامه‌ها و مجلات محلی که در مورد این جنایت چاپ شده بودند. همه این چیزها را جمع کردند و در این پرونده قرار دادند. آنها این پرونده را تهیه کردند تا نشان دهند که مدت هاست که او را تعقیب می‌کنند و می‌دانند که او قاتل است و به این ترتیب امیدوار بودند که او کم بیارد و بشکند و خودش به جنایات خودش اعتراف کند بدون نیاز به شواهد قطعی علیه او. در تاریخ 21 نوامبر 1992 بازرسان به سراغ توماس دیلون رفتند و او را دستگیر کردند. برنامه آنها همانطور که گفتیم بر اساس اعتراف توماس به جنایاتش با این باور که آنها همه چیز را در مورد او می‌دانند بود. اما مشکل این بود که چون این برنامه‌ای فقط روی کسی که احمق یا تحت فشار و استرس است کار می‌کند. اما توماس دیلون نه فقط احمق نبود و نه تحت فشار و استرس، بلکه برعکس او بسیار آرام بود و وقتی شروع به نشان دادن پرونده و عکس‌های داخل آن به او کردند، بلافاصله متوجه شد که شواهد قطعی علیه او ندارند. خودش میدانست که آنها میدانند که خود او قاتل است، اما شواهد واقعی نداشتند. بنابراین توماس به چیزی اعتراف نکرد و بدون وکیل از صحبت کردن خودداری کرد. در اینجا FBI به بن‌بست رسید و مانده بودند که چه کار کنند. گروه ویژه در وضعیت بحرانی قرار داشت و به معنای واقعی کلمه با زمان مسابقه میداد. آنها به سرعت به شواهد نیاز داشتند وگرنه این پرونده میتوانست برای همیشه از دست آنها خارج شود. بازرسان چاره‌ای جز روی آوردن دوباره به مردم نداشتند. بنابراین آنها یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و دستگیری توماس دیلون را اعلام کردند و از مردم خواستند که اگر کسی با توماس دیلون در خرید یا فروش اسلحه معامله‌ای داشته است، فوراً با آنها تماس بگیرد. بازرسان بلافاصله پس از کنفرانس مطبوعاتی تماسی از شخصی دریافت کردند. این مرد که نامش آل کوهن بود با آنها گفت که در یکی از نمایشگاه‌های اسلحه که بهار گذشته برگزار شد و به طور خاص در 5 آوریل 1992 از کسی که معتقد بود توماس دیلون است اسلحه‌ای خریده است. این همان تاریخی بود که گری برادلی قربانی شماره 5 در آن کشته شده بود. بنابراین بازرسان به سراغ این مرد به نام آل کوهن رفتند و تفنگ را از او گرفتند و بلافاصله آن را به آزمایشگاه‌های FBI فرستادند. آنها از قبل گلوله‌های استخراج شده از بدن قربانیان را داشتند. بنابراین متخصصان آزمایشگاه گلوله‌های استخراج شده از کلود هافکینز و گری برادلی را گرفتند و تجزیه و تحلیل و مقایسه‌های خود را روی آنها انجام دادند.
شدند و نتیجه این بود که این گلوله ها بدون شک از این تفنگ شلیک شدند، تفنگی که توماس دیلون مالک آن بود. سرانجام FBI شواهد بسیار قویی داشت که می توانست علیه توماس استفاده کند. بنابراین یکی از بازرسان در بازداشتگاه به ملاقات توماس رفت و شروع به گفتن آنچه پیدا کرده بودند کرد و به او گفت ما شواهد بسیار قوی داریم که شما کلود هاپکینز و گری برادلی را کشته اید. حالا FBI با این مدارک و مدارک دیگر مانند این که در همان تاریخ‌هایی که جنایات رخ داده بود توماس از کارش مرخصی گرفته بود و همچنین توصیف ماشین قرمز که 2 شکارچی دیده بودند و علاوه بر آن سابقه خرابکاری و خشونت او، همه اینها پرونده کاملی علیه او بدون هیچ راه فراری خواهد ساخت. اما بازرس می‌خواست توماس به جنایات دیگری که نمی‌توانستند علیه او ثابت کنند اعتراف کند. آنها شواهدی که داشتند 2 جنایت را علیه او ثابت می‌کرد: قتل کلود هاپکینز و قتل گری برادلی، و این شواهد برای اعدام او کافی بود. اما بازرس می‌خواست خانواده‌های قربانیان دیگر به آرامش برسند و اینکه دید روشنی از سرنوشت قاتل پسران و همسرانشان داشته باشند. توماس در ابتدا از صحبت کردن خودداری کرد، اما بازرس به او مجازات اعدام با صندلی الکتریکی را یادآوری کرد که در آن زمان هنوز در اوهایو اجرا می‌شد و به او گفت که به احتمال زیاد این سرنوشت او خواهد بود و با صندلی الکتریکی اعدام خواهد شد، اما اگر به بقیه جنایاتش اعتراف کند به او قول خواهد داد که مجازات اعدام را لغو خواهند کرد. این یک معامله بود. بنابراین توماس با این پیشنهاد موافقت کرد و در 9 ژوئیه 1993 توماس در یک جلسه خصوصی با دادستان به هر 5 جنایت خود در ازای حذف مجازات اعدام اعتراف کرد. و 3 روز بعد در 12 ژوئیه 1993 توماس دیلون برای حکم نهایی به دادگاه برده شد و بر چهره‌اش لبخندی تمسخرآمیز و تحقیرآمیز بود. واضح بود که از کارهایی که انجام داده بود پشیمون نیست. توماس در دادگاه در حضور خانواده‌های قربانیان در مقابل قاضی ایستاد و به هر یک از 5 جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کرد. توماس دیلون به حبس ابد محکوم شد و با لبخندی تمسخرآمیز از دادگاه خارج شد. واضح بود که او از جنایاتش پشیمان نیست، برعکس او به شهرتی که از آنها به دست آورده بود افتخار می‌کرد. او از اینکه همه درباره او و جنایاتش صحبت می‌کردند لذت می‌برد. اما تنها جنایتی که از صحبت کردن درباره آن خودداری می‌کرد قتل جیمی پاکستان بود. جیمی که در زمان کشته شدن فقط 21 سال سن داشت و به احتمال زیاد این پشیمانی به دلیل نامه‌های مادر جیمی بود که در روزنامه‌های محلی منتشر شده بودند. توماس دیلون بارها به مقامات تاکید کرد که نمی‌خواهد به زندان لوکاسویل برود، زیرا آن زندان بدنامترین و سخت‌ترین زندان آن منطقه بود. زندان لوکاسویل با امنیتی شدید و سختگیرانه اداره می‌شد. اما مادر جیمی یک تومار ایجاد کرد و 8000 امضا جمع‌آوری کرد و در این تومار خواستار این بود که توماس دیلون در این زندانی که نمیخواست به آن برود قرار داده شود و دقیقاً همین اتفاق افتاد و توماس دیلون در زندان با امنیت بالا و مقررات سرسخت قرار داده شد. توماس دیلون تا زمان مرگش در سال 2011 بر اثر بیماری که اعلام نشد در این زندان محبوس ماند. و اینجا به پایان داستانمون رسیدیم. اگر آن را دوست داشتید فراموش نکنید که لایک کنید و در کانال مشترک شوید و حتما زنگوله را فعال کنید تا ویدیوی دیگر. بدرود.